تحفه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چاپ نوی شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی به ساکنان ولایت سوخت دسترس می شود. 1,50,704 نسخه کتاب شاهنامه توسط قطاره به ولایت سوخت رسید که به 525,352 عائله دو جلدی تحفه کرده می شود. از مرکز ولایت سوخت مسئولین شهر و ناحیه ها کتاب های مذکور را به شهر و ناحیه های خود برده و ساکنان دسترس می نمایند. امروز خورسندی مردم ولایت سوخت از آن جمله ناحیه اشت حد و کنار ندارد. کاروانی کتاب از طرف جناب عالی به مردم ولایت سوخت تحفه گردید امروز آمده رسید. از این رو ما کارمندان کتابخانه و مردم ناحیه شاد و سرفراز از آن هستیم که از این کتاب بهره مند می‌گردیم. امروز اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به حجم 35,000 به ناحیه ما وارد می‌گردد که آن را ما به هر یک اهالی ناحیه برده دسترس می‌نماییم و از این اثر مردم بیشمار استفاده می‌برند. از گذشته پرغناوت تاجیکان همه با خبر می‌شوند. منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که نسبت دوستداران کتاب همیشگی غمخوارند. در شرایط جهانی شوی و افزایش تهدیدها به زبان و فرهنگ ملی، آموزش و تبلیغ ادبیات کلاسیکی به خصوص شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی در جامعه تاجیکان اهمیت روزمره پیدا کرده است. محض با درک همین عامل و احساس مسئولیت نسبت به حفظ هویت ملی در سراسر کشور تقسیم کتاب شاهنامه آغاز یافته است. این اقدام فرهنگی نه تنها ارجگذاری به میراث بزرگ گذشته بلکه عامل مهم بیداری ملی، معنوی و تحکیم خودشناسی ملی ارزیابی می‌گردد. هدف از این تشبث تبلیغ ارزش‌های فرهنگ ملی، بالا بردن سطح و معرفت و احیای عنعنه‌های نیک مطالعه کتاب در بین نسل جوان و جامعه می باشد. با تشبث فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هر یک عائله کشور کتاب شاهنامه دسترس خواهد شد. شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی یکی از ستون‌های اساسی ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک را کارشناسان یک نوع پاسخ به چالش‌های جهان معاصر ارزیابی می‌کنند، زیرا شاهنامه نه تنها یک اثر ادبی بلکه یک کتاب خودشناسی و وطن دوستی است. رسیدن آن به دست هر یک ساکن کشور یک رویداد فرهنگی و تاریخی میباشد، زیرا شاهنامه خوانی پیوند معنوی با گذشته و سپر هویت ملی میباشد. شاهنامه همچون سرچشمه خودآگاهی ملی و حفظ زبان مادری همیشه در قلب ملت تاجیک جایگاه مخصوص دارد. نشر عمومی ملی و دسترسی رایگان آن یک قدم مهم در راه تحکیم معنویات جامعه محسوب می‌یابد. تقسیم شاهنامه به هر یک خاندان قدم بزرگ در راه تقویت خودآگاهی وطنپروری و وحدت ملی میباشد. جوانان با شاهنامه را همچون کتاب دستوری در راه خودشناسی و وطن دوستی مطالعه نمایند. این تحفه پیشوای ملت ما را به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود پیوست می‌کند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از موضوعهای محوری این شاهسر ستایش دانش و خرد، ترغیب وطنخواهی و وطن دوستی، ترنم استقلال و آزادی، تشویق برابری انسان‌ها، پیروزی نیکی بر بی‌عدالتی و بیدادی یادآور می‌شوند که بعد از 1000 سال در روزگار امروزه ما نیز از اهمیت بزرگ برخوردار است. فلسفه والای فردوسی ما را از تاریخ گذشته‌مان آگاه ساخته برای نسل‌های امروز و فردا سبق آموزنده و عبرت بخش میباشد. مورد به ذکر است که این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر تشبث‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثر برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده می تواند برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر ساکن کشور خدمت کرده برای تربیت نسل بیدار و سازنده همه جانبه مساعدت نماید.